این دوتا حیولای گندبکی که میبینین قرار منو گاه بدن. همونطور که میدونین کدومتون داره حرف میزنه؟ هر کی داره حرف میزنه بپره. چرا اینقدر چشت گندن؟ داداش همین تو کون یا خدا غلط کردم. هری برم کن بیا پیش خودم. نه غلط نه کوکو تو رو بگیرش وایسا ببینم. غلط کردم ازت یه شام شب لذیذ درست دولمو میخوای؟ نکن تو رو جان نند باید صحبت حلش میکنیم. برم کن کردی به همین راحتی هست. تو باید تو زندان من بیافتی. خوردیم برفت تو کجا میری؟ برگرد اینجا. نمیخوام. داداش تو چطوری میکروفونتو بس کردی؟ ای عوضی دوست من دوست داداش باشه تسلیم میشم قول میدم باشه. پس بیا بزنی پسر خوب داخل باشه فقط اینجا الان آب میشه یخا. بیا زود باش. ای عوضی خداحافظ دنیا. داداش چرا همچی چیزی میذاری؟ به من رحم کن. فرما برو تو. ای اینجا بازه اینجا بازه چی داری میگی؟ هیچ غلط کردم. گم شو. نه طبیعت نه ازت بادم میاد. نه مالو زدیم خوردیم. الان که دیدم گاهتون دادم میفهم. قراره به زودی شام شبمون شه. خب بچه من میکروفونش رو قطع کردم و قراره گاهشون بدم. فکر کردم به همین آسونی هست ولی نمیدونن که با کی طرف شدن. خیلی خوب. هو دارن مثل اینکه میخندن ولی فکر کردن کیان. چرا این دیگه نمیکنه؟ obsidianه. ما باید تا صبح حداقل منتظر بمانیم که بکنه. چرا صبح شد. تو رو خدا بکن کنده شد که من این رو به گاه بدم. دوباره الان میکروفونش رو بس کنم. بابا تو چه اینقدر ور میزنی؟ با کی بودی؟ داداش هیچی. من با خودمونم داشتم با خودم حرف میزنم. دقیقه دیگه شام شبی. داداش من ول کن اینو میکنم بعدش چیزی میزنم. بیا شیافت کنم. نه فقط بالا مونده کن همین. بیا پایین گوگو. آفرین. تقریبا این رو دارم میکنم. میکروفونش رو قطع کردم. عوضی های خواند با تقاس بس بدن. ای عوضی ها وای من. تو چجور فرار کردی؟ یه جا گیری نشون. بعد می جنگی. هی الان با تفنگ میگیرم. یک وای نه. به نام پلیس فرار کن. فرار. وایسا ببینم عوضی اون یکی تو کجاست؟ وایسا یا میمونی یا هیچ وقت تسلیمت نمی کنم. هی یک اینه دستوره. گفتم اینه دستوره.
یه دستور این دیگه راه ندارم. بچه ما این دوتا احمق رو کشتیم. خیال کردن میتونن منو برنده کنن.